این دوربین‌ها را با هدف نظارت تحصیل و حضور دانشجویان و معلمان در یکی از صنفخانه‌های دانشگاه آموزگاری نصب کردند. از این پس مثلا رهبر دانشگاه می‌تواند از نزدیک ببیند که معلم و دانشجو چگونه رفتار می‌کنند و یا در واقع درس به غوغا و تلفن بازی صورت می‌گیرد. همساله نظارت روند برگزاری درس‌ها دوامات دانشجویان مورد اجرا قرار داشت و امروز نیز دارد و ما این اقدام را به آن خاطر گرفتیم که ما توانیم که از همان جای نشست مثلا راهبر دانشگاه یا مسئولین توانند که توسط مشاهده از کامراها توانند روند گذشتن درس دوامات دانشجویان را به یگان واسطه های دیگر پر خود از وضعش آگاهی پیدا کنند. بعد نصب کامراها اکنون مسئولان دانشگاه صف به صف نمیگردند تا ببینند که کدام معلم چگونه درس میدهد و چند دانشجو به درس نآمده است. به قول معلمان کامراها هم انتظام را بهتر میکند هم اجازت میدهد که دانشجو از وبسایت دانشگاه صفحه درس را بگیرد و آن را از خود کند. گذشته از این خود دانشجویان اعتراف میکنند که به شرافت کامراها با آداب شدند. همون دانشجو مثال در آنجا چی حس میکند؟ یک چی حس میکند که وای از بالا نظارت دارند. یعنی پیش از کامera مثال در اونجا بچه‌های بودن مثال خواب میکردن. حاضر این کار نمیشود، خواب کردن نمیتونن. برای اینکه همه هوش و یادش در درس میشود. در حقیقت در کلاس خونه که نظارت هست وقتی که مثال کامera دارن کامرای زمانه‌ای در رو نصب کرده شده است و آنها مثال خوانندگان یگان خطاگی میکنند یا اینکه یگان چیز گم میشود در نتیجه اون کامراها یافتنش ممکن. بی‌پروایی نسبت به تحصیل بازی با تلفن در میزهای عقب غلغله دانشجویان از مشکلاتی است که استادان دانشگاه‌های تاجیکستان پیوسته از آن شکایت میکنند. نصب کامراها نیز برای از بین بردن همین مشکلات و بالا بردن سطح دانش دانشجویان تاجیک است که با اعتراف خود مقامات بسیار پست است. نصب کامراها امسال در صنفخانه‌های دانشگاه آموزگاری، دانشگاه اگراری و دانشگاه طبی شروع شد. قبلا کامراهای امنیتی را فقط در درآمدگاه و راهروهای دانشگاه‌ها می‌دیدید. دیگر هدف نصب کامراها مساعدت بر راه‌اندازی نظام فاصله‌ای تحصیل در دانشگاه‌ها است که از سال 2018 در تاجیکستان شروع می‌شود. این نظام معاصر که در دیگر کشورها رایج است امکان می‌دهد دانشجو به درس نآمده توسط اینترنت درس را از خود کند. اما معلوم نیست که تا چه حد کامراها به بالا بردن سطح دانش جوانان کمک میکند. جوانانی که در مکتب‌های میانه سواد درست نگرفتند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.